بیاین امروز یکم شیطونی کنیم. میخوام از تاروت بپرسم آیا اون کسی که تو بهش فکر میکنی توی فضای توه به تو فکر میکنه یا نه، به فکرته یا نه. این ویدیو رو برای من لایک کنین، سیو کنین، اگر دوست دارین شیر کنین با کسایی که نیاز دارن، اگر نظری هم دارین برام کامنت کنین و از همه مهمتر مثل همیشه تمرکز کنین. تمرکز خیلی نیازه برای تاروت. فضاتون رو از استرس و اضطراب خالی کنین و تمرکز کنین. اوکی. آیا اون کسی که شما بهش فکر میکنی بهت فکر میکنه یا نه؟ یعنی اگه بخوام توضیح بدم این کارتا چه پیامی دارن، چی بگم؟ ببین یه حسی تو حواس تو کلشه که انگار مغزش گیر کرده روی عکس، روی تصویر، و اون تصویر کیه؟ تو. ببین آره بهت فکر میکنه و حتی بیشتر از اون که خودش به روی خودش بیاره داره بهت فکر میکنه. اصلا انگار ریشه کردی تو مغزش، ولی یه جوری بازی تو دلشه که نمیذاره راحت نشون بده، انگار که یه مقداری اون شیطنته نمیذاره خودش رو ابراز کنه. یه غرور یا یه ترس قدیمی هم داره ها که باعث میشه هی عقب بکشه، یه قدم بیاد جلو، دو قدم بره عقب‌تر، ولی بازم نمیتونه فکر کردن دست بکشه. چسبیده به فکر و احساسات تو شدی اون وسوسه جذابه واسش، تو شدی اون حال سکسیه واسش. خیلی رک بخوام بگم، ولی الان تو ذهنشه که چی کار کنه دوباره ارتباط شکل بگیره، قوی‌تر بشه، جلوتر بره، یه پله بره بالاتر. باور کن اصلا داره دنبال یه راه و بهونه‌ای میگرده که هی با تو کانکشن ایجاد کنه. کلا دارم یه آتیش یا یه جادوی پنهان بینتون میبینم، انگار که مثلا یه کشش پنهونی که دیر یا زود دوباره منتظر جرقه هست که آتیشش سر به آسمون بزنه. دقیقا همچین چیزی. اگر تو خودتو توی اون بعد قدرتت و جذابیتت نگه داری که اصلا این آتیشه میزنه کل زندگیتون رو میسوزونه از نوع خوبش. پس نترس و شک نکن، چون نه تنها بهت فکر میکنه بلکه تو ذهن و قلب و روحش هم اصلا کلا یه جایی واسه تو گذاشته که تو همیشه اونجا باشی و اصلا اونم دلش روشنه به احساسات نسبت به تو. اوکی، به نظر من منتظر باش. متین تاک رو هم فالو کن.